با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان گرامی، امروز امشب میخوام گرانولای خونگی درست کنم. دفعه دومی که درست میکنم، تجربه خیلی خوبی بود، خیلی راضی بودم. برای همین تصمیم گرفتم که دوباره درست کنم. در عرض 2 هفته اون چیزی که درست کردم تموم شد و حالا میخوام دوباره ماجرا رو امتحان کنم. یه قابلمه‌ای که تفلون نباشه، ترجیحاً استیل یا نچسب، غیر تفلون رو گرم کردم از قبل. میخوام توش 400 گرم جوی 2 سرپرک، جای ترازو رو گذاشتم که ترازو هم برعکس گذاشتم که بتونم وزن کنم. حالا شروع میکنم به هم زدنش. باید خیلی مراقب باشیم چون که سریع میسوزه. بخور البته ماهیتابه من برای این حجم کوچیکه، ولی متاسفانه من ماهیتابه غیر تفلونه که بتونم برای این کار استفاده کنم از این بزرگتر ندارم. خب حالا من اینو شروع میکنم 5-6 دقیقه همش میزنم تا یه خورده رنگش طلایی بشه. خب حالا اینو من یه 5 دقیقه است که همش زدم و دیگه یه ذرم بوش در اومده. حالا وقت اضافه کردن روغنه. برای روغن شما میتونین از هر روغنی که دوست دارید استفاده بکنید. روغن زیتون، روغن آفتابگردون، روغن آووکادو، روغن نارگیل. انتخاب من کره هست. من مزه کره رو دوست دارم و برای این 400 گرم حدوداً جای 2 سر 2 تا قاشق پر کره میخوام. حالا میخوام بهش مغزامو اضافه کنم، چون میگم مغزام رست نشدن. میخوام که مغزا رو زودتر اضافه کنم. بادوم میریزم توش. این تقریبا 100 گرم بادوم، گردو 100 گرم هم گردو ریختم. خب گردو خوب شد. حالا اینم 100 گرم گردو، یکم دیگه هم میزنم. قسمتی که باید مغزا رست بشن یکم طول میکشه چون خیلی خام است. خب حالا فندق خورد شده داشتم از قبل تو خونه. حالا یه 50 گرم هم فندق ریختم. این از این. من پیکان خیلی دوست دارم. 70 گرم هم پیکان میریزم توش. پیکانم ترجیح میدم که یکم ریزترش میکنم. سری مواد دیگه دارم که اضافه کنم، مثل تخمه آفتابگردون، تخمه کدو که باز تجربه به کنجد که تجربه من میگه اینا رو یه ذره دیرتر اضافه کنم هم اوکیه. تفت میدم حالا یه 5 دقیقه 10 دقیقه و بعد تخمه آفتابگردون و تخمه کدو رو اضافه میکنم. اضافه کردن پوست لیمو یا پوست پرتقال به کاره که اونم باید زود اضافه بشه چون که مرطوبه، باید همه رطوبتش گرفته بشه با این حرارت گاز، اگر نه باعث خراب شدن گرانولا بشه. کپک میزنم. لیمو و مغزا رو که من یه مقداری هم زدم. حالا میخوام تخم آفتابگردون و
تخم کدو اضافه کنم، مخلوطشونه. تقریبا رو هم 140-150 گرمم از این اضافه کردم. خیلی آروم اینا رو هم میزنم تا بقیه مغزا همه با هم رست بشه. یه 10 دقیقه رو بعد اینو هم زدم دیگه میرم سراغ مرحله آخر، اضافه کردن بذر شاهدونه است برای اینکه پروتئین داره، میتونه ارزش پروتئینی اینو ببره بالاتر. کنجد و سیاه‌دونه اینا و ادویه‌ای که میخوام بزنم، دارچین، جوز هندی، یکم نمک و هل. اینا رو در مرحله بعدی میخوام استفاده کنم. معمولا وقتی که ملاک برای من بیشتر بادومه توی این مغزا، احساس کنم که ترد شده تا یک حدی، میدونم که خب میتونم دیگه اون موادی که کم و آخر سر اضافه بشن و اضافه کنم که خراب نشن. خب حالا الان من میخوام کنجد و سیاه‌دونه اضافه کنم. کنجد عقاب خواهرم برام خریده، 60 گرم کنجد میریزم توش. خب حالا همش میزنم. حالا نوبت سیاه‌دونه است. سیاه‌دونه رو هم چشمی میریزم دیگه، حالا خیلی گرمش سیاه‌دونه برام مهم نیست. این 7 گرم سیاه‌دونه است که بس باشه. می‌کنمش 10 گرم. اینم از سیاه‌دونه. از طعم سیاه‌دونه خوشم میاد توش. ولی کمتر می‌ریزم دیگه چون یکم خاص می‌کنه طعمشو. حالا دوباره یه 2-3 دقیقه دیگه اینا رو تفت میدم با هم دیگه که بعدش برم برای اضافه کردن دارچین و جوز هندی هل و یک مقداری هم نمک. حالا میخوام دارچین اضافه کنم، چشمی اضافه میکنم چون که خیلی اندازش سلیقه است به نظر من. دارچین، هل آخرشه فکر کنم، شاید با همه‌شو بریزم. یه قاشق پر من از منزه هلم خب خیلی خوشم میاد. جوز هندی کمتر، قطعا اندازه یه قاشق چای خوری شاید، مزهش خاصه. و یه سر سوزنی هم نمک که حالا هم بزنم حسابی. مرحله بعدی میخوام بذر شاهدانه، حالا اینجا توی مثلا مملکت ما بهش میگیم همسید، ولی در ایران بهش میگیم بذر شاهدانه. این شکلیه. میخوام این اضافه کنم، یه حدود 50 گرم از این اضافه میکنم، شایدم بیشتر چون حجمش میگم زیاده. و کاکائو نیبز. نمیدونم به کاکائو نیبز چی بگم به فارسی، ولی تکه های کاکائو دیگه، یعنی دانه کاکائو رو خود کردم به این صورته. بعضی آسیاب میکنن میریزن اینو توی گرانولاشون. من دوست دارم همینجوری درشت بریزم، خوشم میاد. یه اصلا شیرین نیست و خب میگم مال میوه کاکائوه و اون حس و بوی کاکائو رو توی این گرانولا بهت میده. همسید بریزم. این شد 70 گرم، بذار بیشترش بکنم. 80 گرم هم همسید ریختم دیگه. الان میریزه بیرون از توی کار. حالا اینا هم میزنیم بازم یه 3-4 دقیقه دیگه. و آخرین چیزی که من میخوام به این محصول اضافه کنم یا به این گرانولای خانگی اضافه کنم، اصلا شیرین نیست دیگه، هیچ چیز شیرین کننده ما اینجا نداشتیم. من میخوام توش کرانبری بریزم. شما میتونید توش کشمیش بریزید، میتونید توش توت خشک بریزید. و یک چیز دیگه که اینو شیرین میکنه شکلات چیپسیه. من شکلات چیپسی شکلات
مثلا تلخ دارم که اینو بهش اضافه میکنم. برای اضافه کردن شکلات تلخ خیلی وقتا گفته میشه که صبر کنید، بذارید کاملا خنک بشه بعد شکلات تلختون رو اضافه کنید. ولی راستش من دوست دارم که هنوز وقتی یکم داغ اضافه کنم، چون شکلات تلخ توش آب میشه و اینا به هم میچسبن و اینا من بیشتر خوشم میاد تا اینکه اون شکلات چیپسی اون توش درسته باشه. این سلیقه است. 100 گرم من نصفشون رو بزنم. ریختم دیگه، همشو ریختم. به نظرم این حجم از گرانولا احتیاج داره به، ولی متاسفانه قابلمه یاوری نمیکنه. 3-4 دقیقه دیگه هم میزنم و بعد میذارم که یکم سردتر بشه، چون الان خیلی داغه برای شکلات. مثلا سردتر بشه و یه ذره که همچین ولرمه، نیمچه گرمه، شکلات هم می‌ریزم توش. الان در مرحله گرمه که اگه من این شکلات چیپسی ها رو توش بریزم خیلی نه آب میشه حالا، نه خیلی هم همینجوری درسته میمونه. چشمی جوری توش ریختم دیگه. حالا من همش میزنم ولی هم یه ذره که آب بشه. خب این چون منبع شیرینی این گرانولا این کرانبری هست و الان این شکلات ها، ولی مثلا میتونید شما عسل بزنید، شیره افرا بزنید اگر که خیلی شیرین تر دوست دارید. من اون موقعی که دارم به ماستم اضافه میکنم، به ماستم عسلم میزنم موقع درست کردن صبحانه، اینجوری بیشتر به من میچسبه با عسل. ولی شده بدون عسلم خوردم و اوکی باشه، چون من میوه‌ام توش میریزم، مثلا توت فرنگی میریزم، بلوبری میریزم، اونا همه خودش کلا شیرینن دیگه، شیرین میکنن، ولی حالا یه ذره عسلم میریزم، داره آب میشه شکلاتاش توش گرم بوده. یعنی اونقدی حرارتی که واقعا فکر کنید برای آب کردن این شکلات لازم نیست. خب دیگه الان پخشش میکنم که دیگه بفهم خوب پخش شدن توش و اینا. پخشش میکنم که دیگه ست شکلاتاش توش اینا. همه این قاشقه شکلاتی شد، معلومه که شکلات هم شد. من دیگه نمیبینمش. بزنم توش رو. امیدوارم گفتم شما هم درست کنید بعد لذت ببرید. تا دستور دیگری بدرود.